سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 21 آگوست همراه شما. یک مادر دو فرزند و حامله در آرایشگاه در شهر دوشنبه خودکشی کرده است. وزارت امور داخلی روز 21 آگوست گفت شهلا رستم خوجه و ساکن 25 ساله ناحیه شاه منصور روز 20 آگوست خود را در داخل آرایشگاه فریده در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه آویخته است. با گفته والدانش، شهلای جوانمرگ در نامه پیش از خودکشی شوهرش را گناهکار مرگ خود خوانده و از والدانش خواسته است تربیت فرزندان نابالغش را بر عهده بگیرند. مقامات تاجیکستان میگویند سبب‌های خودکشی شهلا را تحقیق می‌کنند. در کشور سال‌های اخیر خودکشی زیاد شده است و سبب‌های آن را در زندگی سخت و جنجال‌های خانوادگی می‌دانند. خبرگزاری آزیا پلوس میگوید امر دادگاه را اجرا می‌کند و 50,000 سامانی جبران معنوی را که گروه‌های علاهیده زیایان کشور خواسته بودند می‌پردازد. امید باباخانوف سردبیر روزنامه آزیا پلوس روز 21 آگوست بر رادیو آزادی گفت بعد از یک سال کشمکش در دادگاه آنها تصمیم گرفتند که جبران را بپردازند. در یک سال پیش اولکا توتوبالینا خبرنگار آزیا پلوس با نشر مقاله گفت زیایان نه خرد ملت بلکه نجاست آن هستند و این مقاله خشم روشنفکران تاجیک را برانگیخت. بعد از نشر مقاله اتحادیه نویسندگان و اتحادیه آهنگسازان و چند انجمن دیگر روزنامه آزیا پلوس را با اتهام پس زدن شأن و اعتبارشان به دادگاه کشیدند و در این باره با امید باباخانوف سردبیر آزیا پلوس صحبت کردیم. از نوشته شما برمی آید که آزیا پلوس به حکم دادگاه تن داده است. درست است؟ خب ما همچون شهروند تاجیکستان به قانون به سود باید اطاعت کنیم و خب از بس که گفتن که یک قسم مبلغ باید پرداخت میکردیم اون رو سر کردیم پرداخت کردن و ردیه را چاپ کردیم. میتوان گفت که قضیه دادگاهی آزیا پلوس به آزادی سخن در تاجیکستان تأثیر منفی میگذارد؟ البته این پرونده تاثیر خود را به رسانه‌های خبری تاجیکستان تاثیر رساند و فکر میکنم که تاثیر خوب نبود، تاثیر بد بود، چون بعد از آنکه هم این پرونده هم پرونده دیگری که در ماه‌های قبل در سالهای قبل بود بر ضد رسانه‌های خبری تاجیکستان، هر یک پرونده ژورنالیست‌های تاجیکستان رو وادار می‌سازد که باز هم احتیاط کار باشد، باز هم مثلا از ابراز فکر خودش چیز کند، خودداری کند. تشکر. امید باباخانوف سردبیر روزنامه آزیا پلوس بود که با رادیوی آزادی صحبت می‌کرد. در شهر دوشنبه تعمیر همزمانی راه‌های زیاد سبب بالا رفتن قیمت کراکش‌ها شده است. با گفته رانندگان بسته بودن راه‌های کوتاه در مرکز آنها را مجبور می‌کند که مسافت زیادی را طی کنند و مسافران خود را از یک گوشه به گوشه دیگری پایتخت ببرند. از این رو با نظر داشت خراجات زیادی بنزین قیمت راهگیری را بالا رفت. از جمله کراکش‌ها تحت رقم 8 12 16 که قبلا از هر نفر 3 سومانی می‌گرفتند حالا برای کارشان 5 سومانی و یا تقریباً $1 می‌گیرند. در شهر دوشنبه آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات مردمی با نام اندله به پایان رسید. در این آزمون که هدفش کشف پدیده‌های نوی فرهنگی، جلب جوانان به صنعت موسیقی و احیای سنت‌های قدیمی فرهنگی است، نمایندگان اکثر ناحیه‌های تاجیکستان شرکت کردند. داوران روز 20 آگوست در این آزمون به ناحیه‌های سینای دوشنبه، حصار و وحدت جای اول را سزاوار دانستند. آزمونی مثل اندلب در سالهای شوروی با نام بوستان برگزار میشد و آوازخوان‌های معروف تاجیکستان به مثل شادروان، نیگینه، رئوف و در همین آزمون کشف شدند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.